احتمالا توی فیلم ها دیدین یه دیواره که بچه ها کنارش وای میسن و قداشون رو علامت میزنن و بلند شدن قدشون رو سانت به سانت روی اون دیواره علامت میزنن. فکر کنید خطکشی که دستمونه سانتیمتر نباشه و فاصله هر دو تا عددش 1 متر باشه و اگر ما با این خطکش رشد بچه همون رو اندازه گیری کنیم، اون بچه هیچ وقت رشد چندانی نداره توی 2-3 سال و تجسم کنید که چقدر احساس دیده نشدن میده، چقدر احساس نگرانی میده به اون آدم که کافی نیست، وای الان چی کار کنم، چرا من مثل بقیه نیستم و این خطکش بد تنظیم در واقع کمالگرایی یه خطکش خیلی ناعادلانه است. هر چقدر که قد بکشیم کافی نیستیم. ما قراره بهترین باشیم، بلندترین باشیم، زیباترین باشیم و این ترین هیچ وقت تمامی نداره، هیچ وقت کافی نیست. ما به این دنیا نیومدیم که بهترین باشیم، بی نقص باشیم. ما به این دنیا اومدیم که کافی باشیم، آگاه باشیم، شاد باشیم، رضایتمند باشیم از چیزی که داریم، نه از چیزهایی که باید به دست بیاریم. بدرخشید، در آگاهی باشید و اگر سوال دارین کامنت بذارین حتما.